نصیر احمد هستم، دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان. شعری را از شاعر جوان افغانستانی نجیب باروق حضورتان به خوانش میگیرم که این شعر بیانگر اتحاد، یکپارچگی و دوستی مردمان صاحب یک تمدن بزرگ ولی تقسیم شده در چندین کشور است. زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دور از هم عیب نیست، ریشه کولابی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. چیست فرق شعر حافظ با سرود مولوی؟ مکتب هندی و عراقی و خراسانی یکیست. فرق شعر بیدین و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و خاقانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند، مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یکیست. تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری داری، تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری داری، این زبان فارسی را هرچی میخواهی یکیست. با تشکر از دقتتون.